پستش جدید نیست، مال چند روز پیشه، ولی این یکی پستش جدیده که مربوط امروز میشه، یعنی چند ساعته که این پست گذاشته که در موردش توضیح میدم. و این پست دیگه هم که مربوط چند روز پیشه که در مورد همین توکناشون صحبت کردن، اینم بهتون توضیح میدم. بریم سراغ توضیح این دوتا پست که بهتون بگم چی گفته. خب تو این پستی که چند روز پیش منتشر کردن گفتن 1,350,550 کاربر USDT خود را در 48 ساعت ادعا کردن. اوکی، دریافت نکردن ها، ادعا کردن، یعنی منتظرن تا زمان لیستینگ تا برداشتشون رو انجام بدن، یعنی برداشت هیچ کسی انجام نداده. پس این نکته رو دقت کنید. و گفته ساعت در حال تیک تاک است، فقط 8 روز باقی مانده است تا توکن های خود را دریافت کنید تا فرصت در 3 دسامبر به پایان برسد. خب یعنی چی؟ یعنی شما وقتی الان برداشت بزنید یعنی تون کوین پرداخت کنید یا مثلا اون ارز دیگه رو براشون پرداخت کنید، شما باید تا 3 دسامبر صبر کنید. این تترا مستقیم به کیف پول شما نمیاد. اوکی، تا اینجا رو که فهمیدین. بریم سراغ ادامش. و در ادامه گفته توزیع بعد از 3 دسامبر قبل از لیست شروع می شود. اینجا را کلیک کنید، نشانه های خود را ادعا کنید. بچه‌ها خلاصه این پست رو بهتون بگم. ببینید گفته شما تا 3 دسامبر وقت دارید چیکار کنید؟ ادعا کنید. یعنی چی؟ کارمزد تترا رو پرداخت کنید و منتظر باشین تا 3 دسامبر که براتون واریز بشه. خب و در پست بعدی بهمون چی گفته که پست کاملا جدیده، چند ساعتی که 2 ساعت این منتشر کرده، الان بهتون توضیح میدم. که تو این پست گفته توکن های خود را امروز ادعا کنید. توکن های USDT شما منتظر شما هستن. اکنون پاداش های خود را تضمین کنید و بخشی از توزیع نهایی در 3 دسامبر باشین. یعنی شما الان بیاین اون مقدار کارمزدی که گفته رو بیاین پرداخت کنید و منتظر باشین. خب که این کارو نکنید بچه‌ها. الان دلیلش رو بهتون میگم در ادامه. خب در ادامه بهمون گفته توکن های خود را بعد از 3 دسامبر دریافت کنید، منتظر نمانید. این شانس شماست که مالکیت آن چی را که متعلق به شماست به دست بگیرید. اکنون ادعا کنید. ببینید اکنون ادعا کنید، بازم چند بار تاکید کرده که این نشون میده بچه‌ها اینا یه کلکی تو کارشونه، در حالی که بازم میگم بچه‌ها قبلا اسکم نبود ترون کیپر، چون من خود من برداشت داشتم، بالای 9 بار من برداشت تون کوین ازش کردم، ولی 2 تا برداشت آخر منو برام واریز نکردن بچه‌ها. برای همون من خیلی به اینا شکاک شدم و تا 99% بچه بهتون میگم فعلا اسکم شده. اول اسکم نبودا، باز دوباره بعضیا حالا 1% هیتر هستن که اصلا ویدیو رو نمیبینن، میان مستقیم هیت میدن، اصلا نمیدونن تو ویدیو من چی گفتم، میان مستقیم هیت میدن. یا مثلا اگه ویدیو رو گوش میکنن درست نظر و هدف منو نمیگیرن یا اون چیزی که من بهتون میگم رو نمیگیرن، میان مستقیم هیت میدن. ببینید قبلا اسکم نبود، الان اسکم شده. خب الان دلیل دیگه هم بهتون میگم، بریم تو خود ایردراپ. ببینید دلیل دومی که من میگم این اسکمه و 99% بهتون تاکید میکنم الان اسکم شده، قبلا اسکم نبود. دقیق گوش کنید که باز دوباره یکی میاد میگه که داداش تو اینو معرفی کردی چجور الان میگه اسکمه، قبلا میگفتی اوکیه. ببین بازم میگم قبلا اوکی بود، برداشت من کردم، بچهای کانال بالای 30% بچهای کانال برداشت تون کوین داشتن، چون حالا تون کوینی که میتونستین برداشت کنین نظر به رفرال بود که من اون 9 برداشتی که کردم اومدم تقسیم کردم به بچهای کانال، یعنی شمایی که ویدیو رو حمایت میکنید. اوکی خب از این حرفاش میگذریم. الان دلیل اسکم بودن بعدیشو بهتون بگم. ببینید اولش این که این قسمت بیاین مثلا یه کاربر جدیده، یعنی جدیدن وارد ترون کیپر شده، اینجا براش 80 تتر میده. این کجاش منطقیه؟ 80 دلار رو فقط بیایی تو ظرف 1 ثانیه، یعنی 1 ثانیه که نه، حالا 1 دقیقه به این تسکار انجام بدی 80 تتر به دست بری. این اصلا منطقی نیست. بعدشم خب فکر کن حالا این 80 تتر هم بخواد بده، به جاش چقدر تون کوین میگیره از ما؟ مثلا میایم این قسمت دریافت رو کلیک میکنید. خب دریافت رو کلیک کردین، اینجا یه آدرس ولت بهش بدین، بعد این قسمت بخواید برداشتش کنید، بعد شما چیکار کنید؟ پرداخت کنید. اوکی این قسمت گفته چی؟ گفته بعد پرداخت و دریافت، یعنی شما پرداخت کنید تا بتونید اون مقدار تتری که دارین، مثلا این 463 تتر دارم، تا بتونم برداشتش کنم، بعد چیکار کنم؟
تون کوین یا این ارز دیگر رو پرداخت کنم و اونم چقدر تون کوین بچه ببینید کمش من باید 2.7 تون کوین پرداخت کنم. حالا اگه بغیرین تون کوین بعد من یه مقدار کارمزد دیگه هم براش بدم موقع لیستینگ که این اصلا اوکی نیست، اصلا منطقی نیست بچه. این کار رو نکنید، اصلا پرداخت تون کوین یا این ارز دیگر رو انجام ندین. به احتمال 99% فعلا من میگم اسکمه، ولی 100% نمیگم. حالا ببینید ممکنه بیاد 30 دسامبر یه حرکتی بزنه بیاد مثلا اسکم نباشه واریز کنه، ولی بازم اگه واریز کنه خب من بازم شما ضرر کردین دیگه. مثلا شما اگه 150 تتر هم داشته باشین بیاین تون کوین پرداخت کنید، قطعا این 150 تتر رو بهتون نمیده، کم یعنی نصفشو شاید بده یا شاید هم 25% بده. یعنی نمیاد که مثلا مستقیما تتر رو براتون واریز کنه، برای شما چی واریز میکنه؟ توکنش رو واریز میکنه که حالا خودشون گفتن ما توکنمون رو واریز میکنیم، پس تترها فکر نکنم برای شما واریز بشه و این اصلا منطقی نیست. نظر من بازم میگم بچه‌ها پرداخت نکنید باشه. و در آخر هم بچه یه نکته دیگر هم بهتون بگم، من تا الان هیچ ایردراپ اسکم یا معرفی نکردم و وقتی یه ایردراپ همه چیش اوکی باشه خب و بعد بیاد دقیقه 90 یه حرکتی بزنه مالک اون ایردراپ، خب دیگه اون تقصیر من نیست یا تقصیر کسایی دیگه که معرفی میکنن مثل من. مثلا الان بلوم اوکی همه چیش معتبره، بیاد لحظه آخر بیاد کلاهبرداری کنه، اون تقصیر منه به نظرتون؟ خب وقتی همه چی اوکیه نرماله من بیام بگم که نه اسکمه، خب دیگه منطقی نیست. الان